سلام علیکم، امیدوارم که خوب باشین. من اومدم با تست دوباره چاکلت دبی. من یه بار اینو تست کرده بودم همون اوایل که اومده بود، ولی این مدلش که دقیقاً مال دبی باشه نبود، ولی همون چاکلت بود. اینو قبلا خوردم، دبی هم رفته بودم، ولی اینو واسه که دوستام هدیه آورده، گفتم که باز بکنم اینو یه بار دیگه با هم ترای کنیم، یه بار دیگه تستش کنیم. پکیجینگش که میدونیم یه کلا پکیجینگ فوق‌العاده‌ای داره. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. واقعا میتونم بگم که این چاکلت فوق‌العاده است. میتونم بگم الکی معروف نشده. The best. محشره. پیشنهاد میکنم اگه بکنم دیگه تا الان همه تست کردم، ولی کسایی که تست نکردم پیشنهاد میکنم که حتما تست بکنین. با چایی خیلی میچسبه و یه مدلی که چاکلت دبی، چرا میگی دبی نمیگی دبی؟ حالا گایز دبی دیگه از من قبول کنین. حبیبی کام تو دبی. یه چیزی که داره اینه که وقتی مثلا میخوری دلتو نمیزنه، یا مثلا خیلی شیرین نیست که اذیتت بکنه، یه بافت خیلی لطیفی داره و بیشترین لذتش هم این قرچ قرچ صدا کردن این مغزیه که وسطش از طعمای مختلف هم داره. فوق‌العاده است. الکی ترند نشده واقعا. بس دیگه تو نترکیدم. بدرود.